پرینامو شهبازова ساکن 18 ساله نویه اشکوشیم توقی وخانی می‌دوزد. او 5 سال پیش به این کار شروع کرد. آرامش روانی و گلدوزی در توقی‌ها و درآمد مالی از فروش آن توجه پرینامو را به این هنری پرمشقت جلب نمود. برای بهبودی روزگار یعنی که زندگی خود را پیش بردن ما می توانیم از این هنرها یعنی که استفاده بریم. مشتریان خارجیان بسیارتر از شهرهای دیگر می بیایند به اینجا. آنها بسیارتر یعنی که خریدار هستند. برای همین وابسته بر رنگش، مهنتش یعنی که صفتش چقدر بلند باشد نرخش همان قدر بلندتر است. توقی‌های وخانی که با شکل و رنگ و طرز دوخت از دیگر توقی‌های منطقه‌های تاجیکستان فرق می‌کند، در بازارهای کشور از 150 سومانی و یا $20 به بالا نرخ دارد. برای دوختن توقی متای مخصوص و رشته‌های باریک استفاده می‌شود. وابسته به مرکبی گل‌ها تهیه توقی وخانی از 2 تا 3 ماه طول می‌کشد. چپدوزی است باز نسخه بردار. یعنی چپدوزی نه اینش که در وقتای دورای شوروی ایرا بسیارتر می دوختند. چپدوزی که است این گل ندارد هم خیلی بیگله که را دوختگیان. نه که آزر که یعنی باید که طبیعت را و یا تصویر کردگیان یا که گلی همون قولی نه در نظر گرفتگیان یا که گلی همون صد برگ به اون معقول شده است گفته من باید امیر در توقینم تصویر کنم بعد کشیده است اولا و یا تکوش حساب کرده است و بعد وی رو در یک ترتیب معین در نسخه مونده است و ما از روی همون نسخه و یا با دمتایی که موافق است دوخته است. توقی وخانی از 2 قسمت عبارت است: رف و تویسری که در علایدگی دوخته و سپس چسبانیده می شوند. رنگ‌هایی که در آن استفاده می شود معنی و فلسفه خود را دارند. رنگ‌های سرخ بلند، گلابی، سبز و زرد که خاص این توقی هاست، گرمی و روی سرخی و طبیعت همیشه بهار را می فهماند. عزیز بگیم قطره وی 56 ساله هنوز از 11 سالگی به دوختن توقی‌های وخانی شروع کرده و چشمانش را در توقی دوزی خیره کرده است. از 1 متر متایی که او 20 سومانی می‌خرد 10 توقی می‌دوزد. طاقت می‌کردیم می‌دوختیم ما مختدیم. ولی مشکل چی اینه این توقی واریا می‌خریم رسمانه می‌خریم این نرخ بلند زور ما نمی‌رسد با مجبور که یگان چی را از چیزیم پرا می‌کنیم می‌دوزیم. این توقی در واحد پول ملی 20 سومانی تجسم یافته است. خارجیانی هم که از موضع‌های تاریخی وادی وخان دیدن میکنند حتما توقی‌های مردم این محل را برای خود سوغاتی میبرند. چند سال پیش توقی‌های وخانی را تنها زن‌های الهیده هنرمند که ذهنی تیز داشتند تهیه میکردند. اما سالهای اخیر با توجه به سرخریدار شدن این نوع توقی‌ها جوانان زیاد به آموختن این هنر پرداختند.